سلام بینندگان گرامی، میخواهید که مستقلانه خودتان فهمید که گرین کارت بریدن یا نه؟ با صفحه dvprogram.state.gov در اومدنتون در کار. وقتی که در اومدین خیلی من سیلکش در پایان میمونم. صفحه‌ای که در من نشان داده شده است در شما هم همین پیدا میشود. کاغذی که سال گذشته ماه اکتبر پر کرده بودین در دستتون گیرین، confirmation number میشه، نام فامیلیتون میشه، سال تولدتون میشه. این همینجا سوالا همش هست. ببینید یکم سوالی که هست چی هست؟ confirmation number. مانا confirmation number انمی 16 رقمی که هست در همونجا چکار میکنه؟ میچینه نبار میکنه. بعد از که confirmation number که نبار کردین پایان میفرین. فامیلی که در همون لاتینی قطعی چخیل پر کرده بودین همون خیلی روی کاغذتون دیده می نویسین. پایان میفرین. بعد چی میپرسد؟ سال تولد میپرسد. من سال تولدم خیلی نوشتم موندم یا of birth نوشته اگر مثلا 1983 و یکی نوشتین با پایانش میریم. پایان یک خطه که دیگه میموند. همین حرفای در همینجا میشینین نبار میکنین. بعدا چیکار میکنین؟ سابمیت. حالا باشه برایتون نشون میدیم که وقتی بریدین چگونه مکتوب باید باشد و نبریدین چگونه باید در خط نوشته شده باشد. برادرای عزیز وقتی بریدین این میخواین مکتوب تو میبید و بعدا حجت ها رو پر کردن سر میکنین. در مهلت 1 سال خدا خود به امریکا در اومدن میبیاین. نفرایی که نبردن این خیلی خط میبره. ببینید کلام کرده نوشته شده است he's not been selected، یعنی شما انتخاب نشدید. برادرای گرامی، خواهرای محترم، دل شکسته نشوین. این سال که نشد سال دیگه هست، سال 3، سال 2، سال 4 خدا کند که بر وقتر ببرین. اما من نفرایی میدونم که در سال 7 پر کرده بریدگی هستند، در سال 9 پر کرده بریدگی هستند. یعنی ما امیدوار هستیم که شما نیز میبرین، فقط باور کرده پر کردن گیرین. و نفرایی که بریدن مبارکباد میگیم و حتما در کامنت نویسین که نتیجه گرین کارت کی چی شد و سوال داشته باشین. ما در همین جا هستیم، با قدر امکان با سوال هایتون جواب خواهیم گفت. خدا نگهبان، با ما باشین.